من متولد 57 رؤیایم را گم کردم. نویسنده و راوی الهام پاگرد. پخش صوتی از آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com همین دیشب هم از قرص‌های شفابخش خوردم. اول بیخوابی به سراغت می آید. به سرعت کلوناسپام 1 میلی را بالا می اندازی و منتظر وقوع معجزه خواب می شوی. کم کم نبض روی شقیقه ها می زند و دردی مبهم لابلای عضله های سرت می پیچد. نبض هی تندتر و تندتر می شود. آنقدر تند که انگار رگ روی شقیقه ها بلند می شود و دوباره خودش را به استخوان جمجمه می کوبد. ژلوفن، کپسول قرمز شفابخش، تنها راه حل هیاهوی رگ‌های شقیقه هاست. آب روی آتش. حالا شقیقه ها آرامتر شده اند، اما شکمت این بار در هم می پیچد. تون تون ویفر موزی خشک را به زور چند قلوب آب می چپانی توی دهنت. می دانستی که با شکم خالی خوردن یک قرص هم دمار از روزگارت در می آورد. اما کمی دیر شده. برای رهایی از زجرهای شکمت رانیتیدین بالا می اندازی روی ویفرها. تهوع هم سراغت آمده. یک قرص پلازیل بد نیست تا آرام آرام اثر کلوناسپام بپرد و دوباره بیخوابی در هم بکوبدت. خیلی شنیدم که شما نسل سوخته اید، کودکی نکرده اید. خاطرات کودکیتان می شود آژیر قرمز. بینندگان عزیز توجه فرمایید. وضعیتی که همکنون میشنوید وضعیت قرمز است. به پناهگاه بروید و تا اعلام وضعیت سفید از پناهگاه خارج نشوید. این یک اخطار است. بینندگان عزیز، وضعیت زرد است. با احتیاط از پناهگاهایتان بیرون بیایید، سرک بکشید. شاید هم حالا دیگر تو پناهگاهایتان خوابتان برده است. درست مثل پدر من وقتی من و نازی را توی زیر زمین این خانه لابلای صندلی ها و مبل های شکسته جا می داد. برای خودش چای درست می کرد. تلویزیون هم داشت و یک پتو هم پهن کرده بود با 7-8 تا بالش دور و برش. چایش رو می‌خورد و زل می‌زد به تلویزیون و چند ثانیه بعد صدای خورخورش بلند می‌شد. ما ذوق زده بودیم. این تغییر وضعیت‌ها از قرمز به سفید و از سفید به قرمز دچار هیجانمان می‌کرد. گاهی صدای انفجار بمب زیرزمین را می‌لرزاند. مادر که به سجاده‌اش سنجاق شده بود توی رکعت دوم و سوم می‌پرید اما نمازش را نمی شکست، معصیت نمی کرد. تمام دوران زندگیش رسالت داشت. او از جانب خدایش مأمور بود ما را به راه راست هدایت کند. به هر قیمتی که بود باید ما را هدایت می کرد. تنها رسالتش بعد از زاییدن ما این بود. پدر که از دست رفته بود. او کافر و ملحد به دنیا آمده بود و هدایتش دیگر از دست مادر خارج بود. اما ما همچنان در دستور کار هدایت بودیم. مادر ناظر خوبی نبود. او بیشتر هدایت پیامبرگونه داشت، نه نظارت استصوابی. دستور کار مادر از متافیزیک بود، از نسل‌های قبل می رسید. او دستورالعمل کارش را از زمانی که به رسالت رسیده بود، از منابع نگفتنیش دریافت کرده بود. مادرم پیامبر بود. قوم تحت هدایتش اما در جهان دیگری زیست می کردند. من و خواهرم میان رویاهای رنگی.
نازفام‌های 1 میلی جواب نمی‌دهند، اما از ضرب رگ‌ها روی شقیقه‌ها می‌ترسم. تلویزیون را روشن می‌کنم. جهانی از نور و صدا، بیشتر از 1000 شبکه، شادی از نوع بیخیالی و لشی زیر پوستم می‌رود. ورم می‌کنم. همانجا روی کاناپه ولو می‌شوم. پاها کم کم تحت تأثیر تخدیر شبکه‌ها شل می‌شود. هر کدام 1000 کیلو. یکی روی میز و یکی روی صندلی مجاور. بالشتک‌ها زیر دست و پا. موهای فرفری چسبیده به گوش، دهان و لب‌ها. تخدیر آنچنان قوی است که نمی‌توانی انگشت شست دستت را از روی دکمه کنترل تلویزیون برداری. می‌گردی و می‌گردی. انگشت شست دستت هر چند ثانیه به صورت خودکار روی شاستی‌ها فشار می‌آورند. گم و گور لای فیلم فارسی ها و تبلیغ لارجر باکس و آیدان، لای سامسونگ و اورال بی، قرص های لاغری و قطره های افزایش میل جنسی. تخدیر به اوج خود می رسد. لول لول می شوی. نشه نشه. فیلم سیاه و سفید دهه 40 و 50. 5 دقیقه. نشگیت دارد افول می کند. باید دوباره شارژ شوی. انگشت شست روی شاستی مثل پک زدن به وافور سرکیفت می کند. با ثروتمندان PMC همراه می شوی. کشتی ها و قایق های تفریحی، دلبرکان برنزی و استخوانی، خانه های عجیب و غریب و رازآلود، لابیرنت های برخسی، قیافه های رنج کشیده و دردمند. انگار روی صندلی قایق‌های تفریحی و لامبورگینی و رویز رویز میخ بوده و توی جام‌های شامپاین که از دست دخترکان برنزی میگیرند زهری که هر لحظه آنها را بیشتر در رنج فرو میبرد. وضعیت عجیبی است، اما هیچ چیز اغوا کننده تر از کف روی آبجو توی لیوان‌های غول پیکر نیست. حالا نوبت ماکرو تاچ مکس و وکلای مهاجرتی و دوباره لارجر باکس است. تازه یادم اومده که میخواستم بنویسم. اما بعد از نوشتن یک طرح منسجم و درست حسابی و فصل بندی داستان بلندم، من متولد 57، همین جمله ابتدایی که قرار است داستانم با آن شروع شود، شالوده و طرح داستانم را آشفته کرد. وحشت کردم از این جمله. من متولد 57. اول سعی کردم 57 را مخدوش کنم. مثلا 59 یا 60. اما هیچ کدام اوج نوستالژی و درد 57 را ندارد و هیچ کدام مرا ترغیب به نوشتن داستان واقعی از دختری که رؤیایش را گم کرده بود نمی کند. این یک واقعیت است. درد واقعیت تا مغز استخوانم را می سوزاند. واقعیتی دردناکتر از این نیست. من متولد 57 و زمانی که شجاعت نوشتن این عبارت را پیدا کنم، داستانم همانجا تمام می شود. اصلا کل داستان همین است. من متولد 57 رؤیایم را گم کرده ام. تمام شد. این کل ماجراست. پس اصرار برای نوشتن یک داستان طولانی تر، یک وسوسه شیطانی از نوع تحمیق خواننده یا تحمیق ناشر است. یک سادیسم که یک جایی مثل یک چراغ چشمک زن در تمام سلولهای عصبی مغزم روشن و خاموش می شود. رنگش هم قرمز نیست، نارنجی رو به کبودی است. چراغ نارنجی چشمک زن سادیسم. من متولد 57 درست از جایی باید شروع شود که شانس برنده شدن در لاتاری مهاجرت به یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا، جایی که نمیتوانم اسمش را بیاورم، شاید کویزلند یا یک چیزی مثل این، به یک رؤیا تبدیل می شود و این برای دختری که رؤیایش را گم کرده خیلی خوب است. حالا او یک دانه دارد به اسم لاتاری که آن را می کارد یک جای لابلای سلولهای سفید، نه ته لیمبیک مغزش، و هر روز به آن آب می دهد و غذا.
می‌گذاردش کنار پنجره تا خوب آفتاب بخورد، آن هم آفتاب شرقی. بعد به آن کود می‌دهد، یک کود با استاندارد بالا، اسمش AP2020، قارچکش و غنی شده با روی و مس و آهن. تخم حالا برای خودش درختی شده پر از شاخ و برگ. مثل باوباهای شازده کوچولو خودرو شده و به شکل سرطانی نه تنها تمام لیمبیک بلکه تمام سلولهای سفید و خاکستری و قرمز و صورتی مغزش را گرفته. حتی سراغ چراغ چشمک زن نارنجی سادیسم هم رفته و حالا چراغ سادیسمی گلهای بنفش رنگی شده و از لای آن برگهای درخت بیرون زده و دیگر چشمک نمیزند. شاید کود AP2020 چندان استاندارد بالایی نداشته، اما چه بهتر، دختری که رؤیایش را گم کرده حالا یک درخت پرشاخ و برگ و تنومند رؤیایی آنجا توی سرش دارد که هر روز گلهای تازه می‌دهد. روی تمام گلهای بنفش نوشته تا کویزلند چیزی نمانده. متولد 57 یک رؤیا دارد. در طرح اولیه این داستان رؤیاها گم شده بودند. خودم هم نفهمیدم این رؤیا از کجا سر برآورد. تخم اولیه این رؤیا از کجا آمد و چرا کاشته شد؟ و با وجود گیجی متولد 57، با وجود کود غیر استاندارد و مراقبت‌های نصف نیمه، رؤیا پا گرفت و درخت شد و گل داد. این تخم بعد از خواندن یک پیام روی صفحه فیسبوک پیدا شد. من میخواهم شما رو ببینم. شماره من 0900 اما انقدر تخمی بود که کسی باور نمیکرد تخم بشود یک درخت و گل کند. واقعا وضعیت متولد 57 دردناک بود. بی‌رویایی‌اش را میگویم. کسی فکر میکرد این پیام را آنقدر گنده کند تا یک درخت بشود و گل بدهد. روزی متولد 57 در دفترش نوشت: دوستش نداشتم، ولی چیزی به شکل یک جاذبه مازوخیستی مرا وسوسه کرد با او بخوابم. همه چیز در ضدیت با تو و تو همخوابه با همه آنچه ضد توست. تضاد درام دارد، هیجان، تعلیق، لذت و سکس. این جنگ تو با خودت است، ریدن به هر چی که تا کنون فکر میکردی به آن وفاداری، معتقدی، آرمان توست. این اوج لذت است. متولد 57 هستم و اعتراف میکنم بیشتر تصمیم‌های مهم زندگیم را تو توالت گرفتم. وقتی با برنامه ریزی بروی روی سنگ توالت بنشینی، آب را که باز کنی و از لحظه‌ای که آب را باز می‌کنی این فکر انسانی با تو باشد که آب را بی خود هدر نده. اما چون داری به موضوع مهمی فکر می‌کنی و تصمیم گیری در مرحله حساسی است، آب باید قربانی شود. تخلیه از هر سو. سرت هم باید همین جا خالی شود و از توالت که بیرون رفتی همه جوره احساس سبکی کنی. باید راحت شده باشی. تصمیم گرفته شده بایگانی شد. تمام حواشی توی چاه فاضلاب رفت. سیفون کشیده شد و خلاص. زمان میبرد گاهی و آب همینطور میرود و دیگر چیزی برای تخلیه نداری. اما مغزت دچار تنگی اسفنکتر است. یک یبوست موروثی، خروجی ندارد انگار. افکار رقیق شده توی ذهنت میلولد. لابلایش پر از فضولات آیا، چرا، چطور، چگونه، مثل بقایای باکتری ها در مدفوع. دلپیچه مغزی میگیری. زور میزنی. رگ‌های شقیقه دست به کار میشوند، میکوبند. همینجا و همین حالا باید تکلیف یکسره شود و می شود. خلاص. شنیدم آخه بمیرم الهی شما نسل سوخته اید، نه بچگی کردید. یک جمله دیگر هم داشت: نه جوونیم، بوی الکل
زد زیر دماغم و پیکم را که خالص بالا رفته بودم تماماً پاشیدم روی سر و صورت گوینده نسل سوخته و او بی اینکه خودش را از تک و تا بیندازد دستمالی برداشت و همانطور که صورتش را پاک می‌کرد گفت: کاباره و دیسکو و دنس نمیدونین چیه؟ کجا رو دارید برید؟ همین 4 تا کتاب و فیلم رو هم نداشتین تا چند سال پیش. اوضاع 70ها خیلی بهتر از شماست. اونا از پس خودشون برمیان. وقتی گوینده نسل سوخته لبهای سرخش رو جمع کرد و آرام گفت به سلامتی و رطوبت لب لیوانش را ریز ریز با لبش جمع کرد، هنوز تخم رؤیا را در پیام‌های صفحه فیسبوک نخوانده بودم. همانجا فکر کردم گم شدن رؤیایم باید ربطی به این سوختگی داشته باشد، اما آنقدر هوشیار نبودم که ربط بین این سوختگی و قرمزی لب‌ها و پماد لیدوکائین را بفهمم. فقط آنقدر هوشیاری داشتم که مواظب باشم دوباره محتوای دهنم را توی صورت گوینده لب قرمز نپاشم. گویا اینکه خودش متوجه خطر شده بود و سرش را کاملا به حالت تدافعی نگه داشته بود و زیر چشمی نگاهم می‌کرد. آن طرفتر متولدین دهه‌های خوشبخت که از پس خودشان برمی آمدن همگی تانگو می رقصیدن. آنها رقص را می فهمند، موسیقی را می شناسند. آنها احتمالاً تصمیم‌های بزرگ زندگیشان را تو توالت نمی گیرن، لاغرتر و اجتماعی ترن. آنها با نمک و تو دلبرو هستند. بوی الکل توی دماغم پیچید. به هر زحمتی که بود قورتش دادم. زیر دلم زد، بالا آوردم. لبهای خانم لب قرمز غنچه شد. اینجا لزوم داشتن یک رؤیا به وضوح حس می شد. باورتان نمی شود. وقتی پیراهن 4 خانه قرمزم پاره شد گریه کردم و مادرم آنقدر خوشحال شد که بلافاصله آن را تو سطل زباله انداخت. پیراهن 4 خانه قرمز، دوستت داشتم. تو برایم یک دوره از تاریخ بودی. تاریخ پیراهن 4 خانه قرمز که از بس پوشیده بودم نخنما شده بود و مادرم مثل یک پرنده شکاری مترصد فرصت تا 4 خانه منفور را از تنم جدا کند و به زباله‌دان بسپرد. حالا 4 خانه قرمز با تمام خاطرات نوجوانیم توی سطل زباله است و من برای تمام خاطرات ته سطل سوگوارم. با پیراهن 4 خانه قرمز برای اولین بار عاشق شدم و یک دوره اثرگذار در تاریخ زندگیم با 4 خانه قرمز سپری شد. یادداشت‌های 20گانه برای ربه را وقتی نوشتم که پیراهن 4 خانه قرمز پوشیده بودم و آن روز هم که از مدرسه برمیگشتم، همان روز که ضربان قلبم 1000 بود و نفهمیدم چطور یادداشت شماره 1 را از کوله پشتیم درآوردم و از اول تا آخر و از آخر تا اول 1000 بار خواندم، پیراهن 4 خانه قرمز را زیر روپوش مدرسه‌ام پوشیده بودم. برای اولین بار تنم تو پیراهن 4 خانه قرمز لرزید وقتی سرم روی سینه ربه بود و دگمه‌های صدفی پیراهن 4 خانه قرمزم زیر انگشت‌های یخ کرده ربه باز می‌شد. حالا مادرم مثل یک سانسورچی، مثل یک تحریف کننده تاریخ روی پیراهن 4 خانه قرمز چنگ انداخت و آن را روانه سطل زباله کرد و برای محکم کاری محتوای سطل زباله دستشویی را روی آن خالی کرد. دقیقاً در این لحظه قسمتی از تاریخ زندگیم تحریف شد و من تیشرت آبی نقشدار به چند توت فرنگی صورتی پوشیدم. تیشرت توت فرنگی دار را شاید فقط همان روز تحریف تاریخ به تن کردم. ربه حالا فقط یادداشت‌های 20گانه‌ای است که توی کمد در و داغانم که درش از لولا باز می شود کم رنگ و کم رنگتر می شود. شاید بعضی از
سطرها کاملا محو شده و من به قول نازی آشغال جمع می کنم دوروبرم و دوروبرم پر از آشغال و کاغذ و کتابهای به درد نخور است و باید یک فنگشویی کنم تا زندگیم تغییر کند، تکان بخورد. با خودم فکر می کنم اگر پیراهن 4 خانه قرمز هم می ماند و زمان می گذشت مثل یادداشت‌های 20گانه ته کمد می پوسید و من فراموش می کردم پیراهن 4 خانه قرمز آنجاست و یک روز مادر همه لباس کهنه ها را در یک فنگشویی وسیع همراه با پیراهن 4 خانه از خانه بیرون می ریخت و تمام. حالا یادداشت‌های 20گانه دیگر جادویم نمی کند. قلبم را نمی لرزاند و ضربانش را تند نمی کند. انگار دارم تکه‌ای از روزنامه را می خوانم. معاون حمل و نقل ترافیک اعلام کرده است افزایش مطلوبیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی ایستگاه‌های اتوبوس از اولویت‌های مدیریت شهری است. فقط گاهی یک کلمه انگولکم می کند. نه از آن دست کلماتی که قبل از تحریف تاریخ دیوانه‌ام می کرد. مثل جایی که نوشته ردیف کتاب‌هایی که از جمعه بازار خریدم روی رف تختم است. می‌خواهم شروع کنم اگر تو بگذاری. حالا این جمله بیشتر درگیرم می‌کند. گفتی اوفلیا شبیه لولیتاست؟ اگر کسی دغدغه فکریش تصاویر شهوانی یا زنای با محارم باشد، آنگاه ذهن خیال پردازش مستعد پذیرش این اوهام خواهد بود. روبروی آینه نشسته‌ام. به ردیف رژ لب‌ها، ریمل‌ها و کرم پودرها نگاه می‌کنم. نیازمند تغییرم. پوست آفتاب خورده و برنزه شده. حالا این رنگ را بیشتر دوست دارم. قرار است سراسر روز را در خانه بمانم، فیلم ببینم یا شاید چرت بزنم و شعر و ور بنویسم. شاید هم یک بستنی میوه‌ای بخورم و با صفحه تابو به اضافه ت فیسبوک سرگرم شوم. احتمالاً از دیروز که به این صفحه سر نزده ام چند بار کاور صفحه عوض شده، چند لایک به خاطر شعرم گرفتم و حتماً میم زیر شعرم نوشته دیسلایک و ممکن است موقع خواندن دیسلایک دچار هیجان بشوم و بخواهم حتماً با میم قرار ملاقات بگذارم. شاید برایش پیام گذاشتم من باید شما را ببینم. شماره من 0900 و شاید هم تحت تاثیر تعداد لایک ها این جمله از ذهنم آرام آرام مثل نوار تبلیغاتی پایین صفحه تلویزیون عبور کند. به درک. از آنجایی که من متولد 57 هستم نباید این جمله را به زبان بیاورم. شاید همین حالا که شما این جمله را توی داستان یک متولد 57 میخوانید به سرعت دادگاهی با یک هیئت ژوری عجیب از یک معلم دینی دوره راهنمایی، یک روانشناس دارای برد تخصصی بررسی روابط جنسی در جوامع رو به توسعه، یک استاد ادبیات، یک جامعه شناس که در حوزه نسل سوخته پژوهش‌هایی کرده، یک زبانشناس با حوزه تخصصی ادبیات عامیانه، پدر و مادرم و حتما مادر بزرگم و در نهایت یک متخصص آیتی تشکیل دهید و حکم صادر کنید این ادبیات از متولد 57 بعید است. avogabooth.com روی آینه نشستم و رژ لب نارنجی را از لابلای رژ لب‌ها انتخاب می‌کنم. قبلاً کرم پودر زدم و دور چشمم هم کمی سایه کبود. رژ لب را که بزنم با یک رژگونه بژ میروم بستنی میوه‌ای با طعم تمشک میخورم و کاور تابو به اضافه ت را نگاه میکنم. شاید شعر جدیدم را روی صفحه گذاشتم و منتظر شکار دیسلایک شدم. 7 ساله‌ام. پاهایم آویزان است. انگشت‌هایم را لبه سردابه سرد گرفتم.
پایم به زمین نمی رسد. از لابلای دریچه سنگی سردابه ماهی‌های قرمز را نگاه می کنم. ماهی قرمز سه‌دمه. بزرگتر از تمام ماهی‌هایی که تا حالا دیدم. بزرگتر از حتی همه ماهی‌های جهان و قرمزتر. ماهی سه‌دمبه محبوب من لابلای ماهی‌ها می‌چرخد. گاهی مکسی می‌کند در آب و بعد به سرعت تغییر جهت می‌دهد و گوشه تاریک سردابه محو می‌شود و نوک انگشت‌های پایم کرخت می‌شود تا دوباره محبوبم از گوشه سردابه سر برآرد و شناکنان خودش را به من برساند. به چشمهایم زل بزند، از آب بیرون بپرد، گونه‌ام را با لب کوچکش ببوسد و دوباره توی آب بپرد. ظهر یک روز تابستان است. اینجا تو سردابه خنک است. نوک انگشت‌هایم یخ کرده. 4 نفریم، من، نازی، امیر و شهرام. شهرام هر روز بعد از ظهر، بعد از اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگش خوابیدن، در را باز می کند و ما آرام و بی صدا کنار سردابه می خزیم و تا بیدار شدن آنها اینجا توی سردابه به محبوبه های ما نگاه می کنیم. اینجا بهشت من است. هر روز دعا می کنیم پدر بزرگ بد اخلاق شهرام که جورابهایش همیشه بوی گند می دهد و هیچ وقت به ما نگاه نمی کند کمی دیرتر از خواب بیدار شود تا محبوب سه‌دمبه من یک بار دیگر از عمق تاریکی سردابه بیرون بیاید و نوک بینیم را با لبهای قشنگش لمس کند. این را هم بگویم ما بی احتیاطی نکرده ایم. گذاشته ایم وضعیت سفید شود. پدر همچنان خورخور می کرده و مادر روی سجاده‌اش چرت می زده که ما خودمان را از لابلای صندلی ها بیرون کشیده ایم و یواشکی از خانه بیرون رفته ایم. چرت بعد از ظهر همیشه فرصت نابی برایمان داشته. من یقیناً قسمتی از شادی‌های زندگیم را مدیون چرت‌های بعد از ظهر مادرم هستم. همان زمانهایی که پارکینگ خانه تبدیل به سالن نمایش میشد. 10-12 تا بچه ریز و درشت برای دیدن نمایش زیرزمینی هم توی پارکینگ جمع می شدن و بی این که کوچکترین صدایی از دلشان در بیاید همه ردیف سر جایشان می نشستن و نمایش شروع می شد. آدم‌هایم گاهی کاردستی‌های کاغذی هم بودند که از روی کتاب کاردستی درست کرده بودم و گاه عروسک‌های کج و کله و دست و پا شکسته به همراه عروسک محبوبم که ستاره نمایشم بود. صحنم چند جعبه میوه بود، جعبه‌های جادویی. هر بار طراحی صحنه‌ام عوض می‌شد و نمایش جدیدی خلق می‌کردم. من بچه‌ها را با جعبه و کاردستی‌های کاغذی و عروسک‌هایم جادو می‌کردم و آنها و احساس یک فاتح جنگی را داشتم، زمانی که با پیروزی از میدان جنگ برمیگردد. درست چند دقیقه قبل از بیداری مادر، بچه‌ها سالن نمایش را ترک می‌کردند. مردمک‌هایشان گشاد شده بود و کرخت بودند. حتما با خودشان می‌گفتند باید کمی بخوابند. من متولد 57 رؤیایم را گم کردم. اما این به این معنا نیست که خواب نمی‌بینم. اتفاقاً خوابها امانم را بریدند. بیشتر هولناکند. تو تمام خوابها در حال فرارم. چیزی یا کسی یا جانوری تعقیبم می‌کند. مارها، عقرب‌ها و عنکبوت‌ها توی خوابها فراوانند. یک بار خواب دیدم به سمت خانه قدیمی با سقفی کوتاه می‌گریختم. گویی از چیزی فرار می‌کردم و به دنبال پناهگاهی بودم. وارد خانه شدم. در خانه چوبی و آبی رنگ بود، قدیمی و زیبار در رفته. در را باز کردم، وارد شدم. در و دیوار و کف خانه پر بود از عقرب. در خانه بسته شد. عقرب‌ها آنقدر زیاد بودند که روی هم می‌لولیدند. از سقف به زمین پرتاب می‌شدند، روی هم می‌غلتیدند و باز حرکت می‌کردند. یا یک بار خواب دیدم در دریاچه‌ای شنا می‌کنم. دور تا دور دریاچه پر بود از درخت و نیزار. من شاد بودم. آب به من لذت می‌داد.
ماری از سوراخش بیرون خزید و دنبالم کرد. نتوانستم فرار کنم. مار زهرش را به من پاشید. تعبیر خواب فروید را خواندم. آب، مادر، زندگی، باروری و عشق. نیش مار، رابطه مغلوب در همخوابگی. از خواب که میپرم همه چیز آرام است و من به روغن اکلیلی ایوروشه فکر میکنم که یادم رفته بخرم. فردا میخواهم حمام آفتاب بگیرم و از مغلوبیتم اندکی بکاهم. لابلای بدنهای برنزه و نیمه برنزه و سفید راه میروم. ساک طلاییم را دستم گرفتم و مایو 2 تکه لیمویی اکسلنت تنم است و از این بابت احساس خوبی دارم. و نیز از اینکه امروز را بی دغدغه توی آفتاب دراز خواهم کشید. و فکر می کنم به تضاد رنگ سفید و قهوه‌ای که در هم میلولند و هیجان درآمیختن را در تو بالا میبرند. رنگ تیره، رنگ غالب، سرآغاز غلبه بر کابوس‌های شبانه. شاید رؤیایم هم پیدا بشود. خورشید مثل پیرزن جاکش و پااندازی خیره به ذخیره ملاتونین پوستم دستور آزادی می‌دهد و ملاتونین‌های سرگردان و هیجان زده از کپسول‌هایشان سرک می‌کشند روی پوست جا خوش می‌کنند. آنها فقط تابع دستور من و خورشیدند. من و خورشید به هم چشمک می‌زنیم. این هم یک تخیل تخمی است برای رهایی از کابوس‌های غالب شبانه. دختری که متولد دهه‌های بهتری است میگوید وای خیلی کار داره پوستت، خیلی سفیده، میسوزه، تاول میزنه. پدرت در میاد تا صبح بس که میسوزه. و دختری که اتفاقاً متولد 57 است، حرف متولد دهه برتر را نمیشنود و میچرخد تا خورشید ملاتونین های پشت پایش را هم قلقلک بدهد. اما درست در همین لحظه کمرش میسوزد. او دچار سوختگی شده است. به خورشید نگاه میکند. حالا خورشید یک لبخند شیطانی تحویلش میدهد. باید میفهمید این یک دسیسه است. راهی برای فرار از کابوس‌های پرمار نیست. دکتر بعد از دیدن سوختگی‌ها توصیه کرد از قرص‌های شفابخش استفاده کنم. من متولد 57 هیچ وقت فکر نمی کردم صدای جرینگ به هم خوردن کلیدهای در خانه همسایه وقتی وارد خانه می شود و تق تق قفل در خانه‌اش وقتی می رود تو و در را می بندد آنقدر در زندگیم مؤثر باشد که سرنوشت 30 سال دوم زندگیم را رقم بزند. رفت آمد این قلعه گوتیک و صدای اشباحی که در آن زندگی می کنند یا حتی صدای تلویزیون لعنتیشان که همیشه با کانال تلویزیون من تنظیم است، با این تفاوت که چند ثانیه‌ای از تلویزیون من جلوتر است و زمان دیدن برنامه‌های دلخواهم باید مدام خودم را به کرگوشی بزنم. اما از آنجا که مازوخیسم در سیستم شنواییم نهادینه شده تیزتر می شود. انگار همه حواس نیرویشان را جمع می کنند تا به کمک و همیاری هم قوه شنوایی را آنقدر اطلاع ببخشند تا جزئی ترین صداها از صدای تلویزیون خانه اشباح به گوشم برسد. آنجاست که قوه شنواییم تمام قدرتش را به کار می برد تا صدای تلویزیونم را محو کند. آدمک های تصویر تلویزیون من لال شده اند. و حالا صدا پیش از تصویر به من میرسد. چند ثانیه می شود، چند دقیقه و هی کش می آید. آنقدر که داربی استقلال و پرسپولیس تلویزیون خانه اشباح گل دقیقه 45 استقلال را اعلام کرد. آبی‌ها بالا و پایین پریدند. فردوسی پور هیجان زده شد و تلویزیون من همچنان به نفع پرسپولیس یخ زده بود. دقیقه 90 اعلام شد. بازی تمام شد و تلویزیون من مسابقه را مساوی اعلام کرد. تلویزیون خانه اشباح پر از هیجان برد بود. تلویزیون من آخرین مدل تلویزیون LCD سونی. امروز یک تجربه شبیه این داشتم.
بروی سر کوچه و از بقال، پیرمرد ترکی که به زور چند کلمه فارسی می‌داند بپرسی جنکس در نگاهش به پاستیش آن را متفاوت از پارودی می‌داند. آیا نقطه نظر جنکس یا جیمزن یکی است؟ و پیرمرد به تو نگاهی کند و بگوید تو که هیچی نمیدونی حرف نزن. و تو بلافاصله بگویی بله حق با شماست. می شود 1 لیتر شیر چوپان بدهید کم چرب باشد لطفاً با 1 کیلو تخم مرغ تلاونگ. و همینطور که حرف میزنی دائم به خودت بگوی واقعا هیچ چیز بلد نیستم. جیمز و جیمزن با اینکه هر دو معتقدن پارودی با پاستیش متفاوتن، اما هر کدام از زوایای مختلفی آن را بررسی میکنن. باید 30 ویژگی که جیمز برای تمایز بین اینها در نظر میگیرد مطالعه کنم. پیرمرد با اعتماد به نفس توی چشمهایت خیره میشود و میگوید 6000 تومان. تو دستپاچه مثل یک شاگرد درس نخوان و دست پا چلفتی که جلوی معلمش کم آورده است پول را میدهی و از مغازه بیرون میزنی. این کار را فقط یک متولد 57 میتواند انجام دهد. فقط یک متولد 57 به سرعت 3 تا 2000 تومانی به پیرمرد هیز بقال میدهد، بی اینکه قیمت‌های روی شیر چوپان و تخم مرغ تلاونگ را نگاه کند. در حالی که باید با اعتماد به نفس خیره می شدی توی چشمهای پیرمرد و می گفتی می شود 4900 تومان و پیرمرد زیر لب چیزی می گفت که البته مهم نبود. فقط تلویزیون نیست. خانه اشباح همیشه مأموری در خانه من دارد. خانه من تحت کنترل و نظارت دقیق خانه اشباح است. در خانه اشباح غیر از صدای تلویزیون هیچ صدای دیگری شنیده نمی شود. تلویزیون هم فقط زمانی روشن است که برنامه دلخواهم را می بینم. مثلا باب اسفنجی. تلویزیون خانه اشباح هماهنگی عجیبی با مغز من دارد. فقط من نمیگویم. هر کس به خانه من می آید معتقد است خانه من تحت نظارت خانه اشباح است. پیرمرد خانه اشباح ساعت دقیق ورود و خروجم را می داند. محل کارم را می شناسد. با رئیسم سلام و احوال پرسی دارد. برای همکارانم خط و نشان کشیده. با صاحب خانم توافقنامه های متعدد امضا کرده. او حتی می داند که قرار است به مسافرت بروم، چیزی که هنوز خودم هم نمی دانم. گاهی فکر می کنم برنامه زندگیم در خانه اشباح تنظیم می شود. تو راهرو و راهپله ها همیشه یکی از ساکنان خانه اشباح را می بینم. آنها با تکان دادن سر سلام و احوال پرسی می کنند، اما لبهایشان تکان نمی خورد. روی تابلو دم در همیشه واحد 12 واحد مقروض است و جلوی آن نوشته شده واحد 12. لطفاً بدهی‌های خود را تسویه کنید. حتی اگر هر روز بدهی‌ها و شارژ ساختمان را پرداخت کنم، باز هم این جمله جلوی واحد 12 نوشته شده است. لطفاً بدهی‌های خود را تسویه کنید. دوستانم در راهرو و راهپله آنها را می‌بینند که روی برگه‌هایی چیزهایی یادداشت می‌کنند. اگر بوی سیگار از واحد شماره 12 به خارج نفوذ کند، زیر جمله لطفاً بدهی‌های خود را تسویه کنید نوشته می‌شود بوی سیگار واحد شما موجب سلب آسایش ساکنان آپارتمان شده است. چند روز پیش زیر بوی سیگار موجب سلب آسایش ساکنان شده است نوشته بود ساعت استحمام خود را با سایر واحدها هماهنگ کنید. این درست همان روزی بود که روی صفحه فیسبوکم خواندم من میخواهم شما را ببینم. شماره من 0900 و بعد از این سرخوردگی علمی باید روی کاناپه رها شوی و مجله زرد سینمایی را از روی میز برداری و مثل یک مقاله ناب پرمغز شروع به خواندنش کنی، طوری که یک تیتر و یک مطلب را هم از قلم نیندازی. میدانی که عکس و پورتره‌های جذاب هنرپیشه‌ها را یکی از استادان به نام عکاسی گرفته که اتفاقاً دکترای هنریش را از دانشگاه مورد علاقه تو دارد و حالا رئیس دپارتمان عکاسی دانشگاه است.
او حتما پایان سال نمایشگاهی از پورتره هنرپیشه ها و چهره های برتر سینما و تئاتر کشور خواهد داشت. پورتره هایی زیر نور پروژکتورها و لایه های کرم گریم گلدروز. تو حتما یک روز ظهر تابستان سبد گلی میخری و به دیدن استاد مسلم عکاسی پورتره میروی و سبد گل را به او تقدیم میکنی. این اتفاق بعد از جوانه زدن تخم رؤیای گم شده در لیمبیک مغزت رخ میدهد. طرح اولیه داستان. روزی متولد 57 که فکر میکرد رؤیایش را گم کرده در فیسبوکش خواند: من میخواهم شما را ببینم. شماره من 0900 و به دنبال آن صاحب یک رؤیا شد. آن دو دختر و رؤیایش سالها خوش و خرم در کویزلند زندگی کردند. طرح اولیه داستان زمانی نوشته شد که تلویزیون خانه اشباح اعلام کرد جنگ حتمی است. قیمت شیر چوپان و تخم مرغ تلاونگ از مرز 10,000 تومان گذشت. پیرمرد توی چشمهای متولد 57 زل زد و گفت: نسیه نداریم. هوا خیلی گرم بود و خورشید شیطنت روی ملاتونین‌های پوست متولد 57 رو شروع کرده بود. متولد 57 با خودش فکر کرد حالا نه تنها مجموعه داستان کوتاه هم در کویزلند بدون ممیزی چاپ می شود و در تیراژ بالا به فروش می رسد و چند جایزه ادبی می گیرد، بلکه قیمت شیر و تخم مرغ تلاونگ هم از 4,900 چوق نمی پرد روی 10,000 چوق. بعد خندید. چه تعبیر عامیانه‌ای! و بعد چشمش به یادداشت توی دفترش افتاد. دوستش نداشتم، ولی چیزی در او به شکل یک جاذبه مازوخیستی درآمد و مرا وسوسه کرد با او بخوابم. همه چیز در ضدیت با تو و تو همخوابه با همه آنچه ضد توست. تضاد درام دارد، هیجان، تعلیق، لذت. این جنگ تو با خود توست. ریدن به هر چیزی که تا کنون فکر می کردی به آن وفاداری، معتقدی، آرمان توست. این اوج لذت است. اینجا شهود اتفاق افتاد. میان رؤیا و آرمانش یک تضاد غیر قابل انکار است. سوال: آیا درخت باید قطع شود و ریشه‌اش خشکانده شود؟ جواب: اصلاً خودش هم نمی‌داند آرمانش کدام است، رؤیایش کدام. او کلاً گیج است، مثل اینکه فراموش کرده اید او متولد 57 است و به قولی نسل سوخته. رؤیا و آرمانش کجا بود؟ بدبخت بی‌نوا. جواب متعلق به زنی با لب‌های قرمز بود. خیلی محکمه پسند نیست، اما به عنوان یک رأی مد نظر قرار می‌گیرد. خود متولد 57 اعلام می‌کند در این لحظه بهترین چیز پرداختن به یک داستان عاشقانه بین او و نویسنده پیام است. من می‌خواهم شما را ببینم. شماره من 0900 در یخچال را باز می‌کنم. گیج و سردرگم از بالا تا پایین یکی یکی قفسه های یخچال را نگاه می‌کنم. بی اینکه چیزی بردارم در یخچال را می‌بندم. دوباره باز می‌کنم. دوباره می‌بندم. و این بازی بین من و یخچال و هیپوتالاموس مغزم که نمی‌دانم چه مرگش شده ادامه دارد. هیپوتالاموس قاطی کرده است. نمی‌داند پیام گرسنگی مخابره کند یا تشنگی یا سیری یا هیچ کدام اصلاً. چنین وضعیتی در سیستم احساسی عاطفی هم رخ می‌دهد. روی صفحه فیسبوکم می‌خوانم: من می‌خواهم شما را ببینم. شماره من 0900 و سیستم حسی عاطفیم مثل هیپوتالاموس صفحه فیسبوکم را هی باز می‌کند، پیام را می‌خواند و می‌بندد. هیچ چیز عایدش نمی‌شود. فاقد معنا، فاقد ارزش حسی عاطفی، مخابره و بایگانی می‌شود. اما یک اشتباه صورت گرفته. اگر فاقد ارزش حسی عاطفی بود، چرا چند بار باز و بسته شد؟ سیستم حسی عاطفی هم یک رونوشت به سمپاتیک مخابره کرده تا بازخوردش را ببیند. نه،
نه افزایش ضربان قلب، نه تحریق نابهنگام، نه بی‌نظمی ضربان قلبی، هیچ کدام. پس جواب به این شکل ضبط و بایگانی می شود. فاقد ارزش حسی عاطفی. تحت تأثیر وایت هورس انگشت‌های دستش گونه‌ام را لمس می‌کند. بیشتر از 2 ساعت منتظرت بودم. اینجا رونوشت سمپاتیک پاسخ قابل قبولی است. افزایش ضربان قلب، خشکی دهان. فهمیدم. من باید از توی یخچال یک شکلات هوبی برمی داشتم. همین بود. هیپوتالاموس از سردرگمی درآمد. پوسته پلاستیکی هوبی را با دستپاچگی پاره کردم و با لذت به آن گاز زدم. لبخند میزنم. خوبی؟ از لبخندم احساس حماقت میکنم. نمیدانم باید این لبخند احمقانه را چند ثانیه کش بدهم. دلم میخواهد پاسخ سمپاتیک را پس بزنم و به سیستم حسی عاطفیم مخابره کنم. همه چیز رو به راه است. اما سمپاتیک فضول است و خودسر. کار تمام است. در چنین مواقعی سیستم سمپاتیک متولدین 57 هول می شود و نتیجهش می شود لب‌های گل انداخته و دست‌هایی که مدام بالا و پایین می روند. آنها در این لحظه به احمقانه ترین و بی ربط ترین مسائل فکر می کنند. مثلا در این لحظه متولد 57 فکر می کند که دیشب چند کانال خبری مهم دنیا اعلام کرد جنگ حتمی است و این تیتر درشت لابلای واکنش‌های حسی عاطفیش وول می‌زند و سردرگم است. آخر او اینجا چه کار می‌کند؟ با صادرکننده پیام من می‌خواهم سر میز نشستند و شام می‌خورند. تأثیر وایت هورس به وضوح در صورت هر دو پیداست. نوک انگشتان صادرکننده پیام گاه دست متولد 57 را لمس می کند و متولد 57 در همان لحظه به ترکیب مزه اسفناج، سرکه بالزامیک و پنیر موزارلا توی سالادش فکر می کند که به شکل شگفت‌آوری با وضعیت حسی عاطفی او جور شده است. طعم ترکیبی سرکه بالزامیک، اسفناج و پنیر به او این قدرت جادویی را داده بود بی‌محابا به چشم‌های صادرکننده پیام نگاه کند. امیدوار بود چیز دندانگیری در چشم‌هایش پیدا کند. اما به دلیل تأثیر وایت هورس ته چشم‌ها به نظرش خالی می‌آمدند. آنقدر خالی که اگر لب پلک یا کمی جلوتر بعد از قرنیه بروی و روبروی سوراخ مردمک بایستی و داد بزنی اوهوی، صدا توی حفره‌های خالی خواهد پیچید. اوهوی اوهوی اوهوی، و تو از این بازی کودکانه حتما لذت میبری. صاحب چشمهای خالی انگار بو برده بود. راز چشمهای خالیش برملا شده. او مدام نگاهش را می‌دزدید. یک چیز دیگر متولد 57 را وسوسه می کرد به خطوط صورت و فرم اجزای صورت صادرکننده پیام نگاه کند. او آلبوم عکس‌های صادرکننده پیام را در صفحه فیسبوکش دیده بود. بیشتر از 50 عکس. حالا که او روبرویش نشسته بود و با چشمهای خالی دستش را نوازش می کرد، به هیچ کدام از 50 عکس شباهتی نداشت. شاید فقط یک شباهت می توانست برای خودش بسازد. اینکه به نظر می رسید در تمام 50 عکس ذکر شده صادرکننده پیام تحت تأثیر وایت هورس بوده است. اما در هر حال صاحب صورت استخوانی، رنگ پریده و لبهای نمناک با 2 چشم خالی روبرویش نشسته بود و از تفاوت نگاه 2 فیلمساز حال حاضر به مقوله مرگ حرف می زد. این باعث شد در دفتر یادداشتش بنویسد: دوستش نداشتم، ولی چیزی در او به شکل یک جاذبه مازوخیستی درآمد و مرا وسوسه کرد با او بخوابم. زمانی که متولد 57 در دفترچه یادداشتش از وسوسه‌های مازوخیستیش می‌نوشت، هنوز تخم رویا در لیمبیک کاشته نشده بود. این تخم
به شیوه IVF خارج از مغز لقاح می‌یافت و آماده جاگذاری در محل مناسبی در مغز که قطعاً لیمبیک بود می‌شد. البته که زمان گفتن این جمله‌ای که در زیر خواهد آمد با تمام جزئیاتش در مغز متولد 57 بایگانی شد. شب ساعت حدود 12 یا شاید هم 12:30 لب‌های نمناک صاحب چشم‌های خالی برای چند ثانیه‌ای روی گردن متولد 57 ماند. بعد حرکت کرد تا گوشش و متولد 57 شنید: تو باید با من بیایی. این جمله به اندازه کافی قاطع، صریح و دستوری صادر شده بود و هیچ تردیدی در آن نبود. او با صاحب چشمهای خالی میرفت به کویزلند و در آنجا با خوبی و خوشی زندگی میکرد. صادرکننده پیام در کویزلند فیلمساز بود. او سالها طعم خوش زندگی و معنای واقعی آن را چشیده بود و حالا از من میخواست تصمیم بگیرم و من تا خوشبختی به اندازه یک تصمیم واقعی و بدون تردید فاصله داشتم. تخم کاشته شد و حالا جنینی بود که در بطن لیمبیک رشد می‌کرد. نهالی بود که تحت تأثیر کود غیر استاندارد 2020 IP درخت تنومندی می‌شد و هستی بلا منازع خود را به اثبات می‌رساند. از طرفی وسوسه‌های مازوخیستیم جسمم را تمام و کمال به سمت او می‌کشاند و زمانهای طولانی نگاه به حفره‌های خالی صورتش کوتاه و کوتاه‌تر می‌شد تا اینکه این زمانها به شکل منصفانه‌ای بین همه اعضا تقسیم شد. عضوهای موکد و ستبری که مدام خودشان را به رخ می‌کشاندند. جغرافیای کویزلند در شرقی ترین نقطه مغزم به نسبت لیمبیک قرار گرفته است. کویزلند مغزم مثل جزیره‌ای با آب میان بافتی احاطه شده. کویزلند مغزم پر از درختچه‌های رنگی و گل‌های کاغذی سفید است. در کویزلند تمام وجودم پر از وسوسه‌های مازوخیستی است. آنجا تنت مدام در نعشگی میان دو هماغوشی یله است. برهنه‌ای لای برگ‌ها مثل حوا در حبوط. کویزلند مرطوب است. آب میان بافتی کل جزیره را نمناک کرده است. نم چسبنده با بوی چوب. شاید بوی عطر صادر کننده پیام است که در سراسر سرزمین شرقی مغزم استشمام می شود. بوی چوب سوار بر رطوبت چسبنده گیج و سردرگم در هوا روی پوست اندامهای برهنه ملاتونین دارم می نشیند. اندامهای نشه رطوبت بودار را می بلعند. خواهشی غریب و سودایی نشگیشان را می پراند. خودنمایی اندامهای ملاتونین دار در تأکید بر تضاد رنگ سفید و قهوه‌ای پیداست. آمیختن متضادها. همین شد که نوشتم دوستش نداشتم، ولی چیزی در او به شکل یک جاذبه مازوخیستی در آمد و مرا وسوسه کرد با او بخوابم. صادرکننده رنگ پریده پیام با طعم وایت هورس دستور داد خودت را رها کن. من آنقدر نشه رطوبت با عطر چوب بودم که معنای رها شدگی را نوعی بی اختیاری در کنترل ادرار تلقی کردم. درختچه‌های کویزلند درختان تنومندی در سرزمین‌های استوایی شده بودند و درجه رطوبت به 1000% رسیده بود. من با پوست قهوه‌ای مرطوبم روی درختان برگ پهن استوایی خیس با عطر مؤکد چوب دچار رها شدگی از نوع بی اختیاری بودم و متاسفانه درک درستی از رها شدگی نداشتم. معراج من و صادرکننده پیام با عطر چوب و طعم وایت هورس هیچ شهودی در پی نداشت. حتی اینکه تضاد در رنگ پوست میتواند اغوا کننده باشد، خیلی قبلتر زمان دیدن یک فیلم هالیوودی در متولد 57
اتفاق افتاده بود. حالا متولد 57 روبروی تلویزیون نشسته اخبار BBC گوش می‌کند. بر طبل جنگ می‌کوبند. او به مدل موهای مجری خبر BBC گیر داده که با سنجاق‌های سیاه بی‌نظمی به پشت سرش هدایت شده و شاخک‌هایش بیرون زده. انگار تست بازیگری داشته با کلاه گیس و فراموش کرده گیره‌ها را از سرش در بیاورد و با همان گیره‌ها پشت دوربین‌های خبری BBC خبر جنگ در راه را از زبان تمام سیاستمدارهای دنیا میگوید. خبر به این مهمی با این مدل مو شاید فقط یک متولد 57 که از نسلی سوخته برمیآید میتواند اینقدر به مدل مو گیر بدهد. متولد 57 صرفاً به دلیل اینکه متولد 57 است درک درستی از زمان ندارد. در مغز او مکان درک درست زمان بر اثر استشمام زیاد بوهایی نظیر چوب آفریقایی استوایی از میان رفته است. جواب آنژیوگرافی از عروق مغزی نیز این یافته را تایید می کند. البته این چندان هم به زیان متولد 57 نیست. خودش که اینطور فکر می کند. زمانهای مهم اساساً از ذهن او به همان دلیل از بین رفتن سلولهای مغزی پاک می شوند. حتی زمان تولد معمولاً فراموش می کند که متولد 57 است و این نوعی نشاط برایش به ارمغان می آورد. نشاط نزول میان دهه‌های برتر، یا فراموش می کند متعلق به نسلی است که نسل سوخته نام گرفته. البته با شنیدن کلمه نسل یا سوخته در مغزش فعل و انفعالاتی صورت می گیرد. لحظه‌ای به مغزش فشار می آورد تا خاطره‌ای در گذشته را به یاد بیاورد، اما کنش شیمیایی مغز از بوی وود گیج شده و پیام درست مخابره نمی شود. اما این فراموشی زمانی گاهی دردسرساز می شود. تولد صادر کننده پیام فراموش می شود. زمان معراج به سرزمین کویزلند، تاریخ برگزاری لاتاری، زمان پرداخت قسط ماشین، زمان امتحان آخر ترم و زمان ثبت نام دانشگاه. متولد 57 دوان به سمت بانک می رود تا شهریه دانشگاه را بپردازد و از فردا سر کلاس فقط روی این موضوع تمرکز کند. عناصر درام برایش گران تمام شده. متولد 57 ردیف میانی کلاس نشسته است. او فقط روی عناصر درام تمرکز می کند. عناصر درام اما مدام مثل الکترون‌های آخرین لایه مدل سلولی فلزات قلیایی می‌گریزند و تمایل ترکیب با واسطه‌های دوپامینی مغزت را دارند. همان واسطه‌هایی که دارند داستان گیس سیاه فرخنده را می‌سازند و بی توجه به عناصر درام پیش می‌روند. من و گیس سیاه فرخنده لابلای عناصر درام میچرخیم. من دلپیچه میگیرم و استاد دارای دکترای دراماتورژی از دانشگاه نیوکورس جزیره پمپای، رئیس دپارتمان هنرهای نیودراماتیک همان دانشگاه، 2 سال بعد از فارغ التحصیلی بیش از 300 اجرا در سالن‌های مختلف شهر، 10 اجرای همزمان در هر 10 سالن تئاتر موجود در شهر و 10 نمایش بعدی در نوبت اجرا، برنده تمام جشنواره‌های تئاتر در رشته‌های کارگردانی، نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی پوستر، 10 کتاب در دست چاپ، 10 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، 7 نمایشگاه عکس، گالری نقاشی و 1 نمایشگاه مجسمه سازی، 60 فیلم کوتاه و بیش از 50 سمینار درباره عناصر درام، عنصر 20 را از لای جزوه‌اش بیرون می‌کشد و با متعلقاتش به دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ارائه می‌دهد.
دلپیچه اما امانم را بریده است و استاد سنگ تمام می‌گذارد. گلویش خشک شده و لبها ترک برداشته. آخرین عنصر درام از آخرین نای وجودش بیرون آمده و روی وایت بورد با ماژیک قرمز نوشته شده است. اما گیس سیاه فرخنده دارد با قیچی باغبانی چیده می شود. شاهکار است. قیچی شدن گیس سیاه فرخنده با قیچی باغبانی ته حیاط. با دلپیچه از کلاس بیرون می زنم. روز امتحان عناصر درام را کف دستش می نویسد و 20 می گیرد. همان روز شماره صادرکننده پیام را از روی صفحه فیسبوکش کف دستش نوشته. شماره صادرکننده پیام کنار عناصر درام. استاد نمایشنامه‌اش را خوانده و چون عناصر 20 گانه درام در آن لحاظ شده نمره‌اش کامل است، ولی از آنجایی که متولد 57 ذات متولدین نسل سوخته را دارد، همیشه استاد را نه با عناصر 20 گانه درام که با سری آفتاب سوخته و زهکشی موهای رنگ شده با رنگ موی ایگور رویال و سبیل هیتلری کمپشتی به خاطر می آورد. سردردها امانم را بریدند. دکتر عینک دست شاخیش را جابجا می کند و MRI را می چرخاند. حالا که MRIم وارونه شده، درخت لیمبیک را خودم هم می توانم ببینم. سربلند و با شکوه. دکتر می گوید و نمی تواند شگفتیش را پنهان کند. می گوید اشتباه تو این بوده که تخم رؤیا را تو لیمبیک مرکز حس و عاطفه کاشته ای. می دانی که. بعد عینکش را بر می دارد. تازه می فهمم ته چشمهای دکتر شفافیتی غیر قابل انکار دارد. دکتر پشت میزش می نشیند. اما نگران نباش، راه حل دارد جانم. راه حل را که می گوید مگس وزی می کند و روی لبه فنجان قهوه‌اش می نشیند. سرک می کشم تا خطوط خشکیده ته فنجان را ببینم. مگس می پرد پشت عینک دکتر و می شود به قاعده 2 خرمگس با چشمهای بیرون جسته زرشکی خطدار. دکتر می گوید باید تخم رویای جدید را بکارم یک جایی توی لوب فرونتال. پیشانی مرکز درک وجدان. مرکز تحلیل‌های عقلانی مطابق با قوانین اجتماعی بایگانی شده در این مرکز. و با درخت لیمبیک چه باید کرد؟ نگران نباش، نترس. خاکستر سیگار روی شیار خط زندگی کنار دسته فنجان میافتد که کوتاه است. درخت لیمبیک با یک عمل جراحی خارج می شود. البته عمل ساده ای نیست، اما خطر عمل جراحی کمتر از رشد سرطانی درخت لیمبیک است. خرمگس از پشت شیشه عینک می پرد و لای خاکستر سیگار غلط می زند. به دکتر می گویم این راز را مثل تمام اسرار پزشکیش حفظ کند و درباره درخت لیمبیکم به کسی چیزی نگوید. قضیه را رسانه‌ای نکند. من در حال حاضر آسیب پذیرتر و شکننده تر از آنم که دکتر میتواند تصورش را بکند. دکتر دوباره عینک دست شاخیش را روی چشمهای تخم هندوانه‌ایش میزند. چشمها میشود به اندازه 3 خرمگس. میگوید نگران نباش جانم. تصمیم که گرفتی به من زنگ بزن. دیر نشود. بیمه تکمیلی داری؟ و من یادم میآید بیمه تکمیلی را اصولاً اضافه فرض کردم. شاید به این خاطر که متولد 57 هستم. از مطب دکتر چشم هندوانه‌ای تا خانه راهی نیست. پیاده می روم و به این فکر می کنم که تا قبل از دیدن MRI همیشه تصورم از مغز ماتریکسی به هم پیچیده و لزج بود که حول محوری
ناشناخته میچرخید و مدام تغییر وضعیت میداد. کلاف ماتریکسی چسبناکی که توی حفره مغزم گره خورده و به هم گوریده مینمود. بعد از دیدن MRI فهمیدم مغزم فضای خالی تاریکی است که درخچه‌ای تنومند از اعماق تاریکیش سر برآورده و هر روز بزرگتر می شود. از لحظه خروج از مطب دکتر و دیدن MRI درخت لیمبیکی تنومند که باید ریشه‌کن میشد دیگر آزارم نمیداد که مایه دلخوشیم هم شده بود. فضای خالی و تاریک بود که پشتم را می‌لرزاند. از همان لحظه به این فکر کردم که چطور می‌توانم فضای خالی را پر کنم. اگر تخم‌های دیگری پیدا می‌کردم و کنار درخت می‌کاشتم، فضای خالی پر می‌شد و دیگر به چشم نمی‌آمد. اما دکتر می‌گوید همین یکی را هم باید خشکاند. برای دلخوشیم جای دیگری برایش در نظر گرفته، پیشانی. گویی دکتر به تعلق خاطرم پی برده. اما میدانم او هم به اندازه من از خالی بودن حفره مغزی حیرت کرده است. از کنار شمشادها و درختچه‌های پارک رد می‌شوم. صدای ترق تروق شاخه‌های درختم را که در خلأ گردابوار مغزم به هم می‌پیچد می‌شنوم. هو هو ترق تروق. تصمیمم را گرفتم. برمیگردم مطب دکتر. دکتر عینک زده است. چشمها خیره به من با شفافیتی غیر قابل انکار. بیمه تکمیلی ندارم. دکتر با ناخن‌هایش کف سرش را می‌خراشد. خرش خرش. زیر دلم می‌زند. دکتر می‌گوید اینها همه طبیعی است. ما درخت لیمبیکیت را می‌خشکانیم. البته می‌دانی که این کار غیر قانونی است. اما خب من می‌توانم قانونی جلوه‌اش بدهم. نگران نباش. فقط بیمه‌ات را درست کن. این را هم بگویم. درد دارد جانم. خطر دارد. اما تو خطرش را پذیرفته انگار. نگران نباش. مگس هنوز آنجاست. از لای کلیشه‌های MRI بیرون آمد. چرخی دور سر دکتر زد. روی دسته شاخی عینک نشست. avogaboo.com